با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و رهبریت اگنتی خوجگی جنگل کشور از طرف خوجگی جنگل ولایت سوخت همساله در فصل سرما در منطقه‌های سربرف جنگل با مقصد حفظ پرنده و حیوانات نادر کارهای بیوتکنیکی گذرانیده می‌شوند. این نوبت کارهای بیوتکنیکی با اشتراک رهبریت و کارمندان خوجگی جنگل ولایت در منطقه قرامزار جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان راه اندازی کرده شدند. مؤسسه خوجگی جنگل ولایت سوخت امروز تصمیم گرفته است که بهر امین نگاه داشتن حیوانات نادر و پرنده‌های نادر در منطقه قرامزار شهرک ادرسمان کارهای بیوتکنیکی گذراند. چخیلی که مشاهده کردید امروز از جانب کارمندان ما کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شد و به حیوانات نادر و پرندگان نادر موادها از قبیل علف‌ها، گندم ریزه، نمک و دیگر نمودهای خوراک پوشیده شد و این اقدام از طرف مؤسسه ما در آینده نیز ادامه داده می شود. در جایهای سربرف علف، جو، گندم، نمک و دیگر نمود خوراک برای پرنده و حیوانات وحشی پوشیده شد. مورد به ذکر است که در فصل سرما در اکثریت منطقه های خوجگی جنگل برف زیاد باریده هوا سرد می شود و این سبب آن می گردد که پیدا کردن خوراک برای حیوان و پرنده ها مشکل شود. گذراندن کارهای بیوتکنیکی امکانیت فراهم می آورد که حیوان و پرنده ها در فصل سرما از تلف یابی حفظ کرده شوند. این کار بیوتکنیکی رو ما چند مرتبه ادامه دادیم. من در وقت پیش ما در شهرستان در دیوشتی این کار رو گذرانده بودیم. امروز در شهر که ادرسمان گذرانده استادیم. این کار در آینده دوام دارد. با همه این پرنده و حیوانات وحشی که در این منطقه هستند با خوراک تامین میکنیم. کارهای بیوتکنیک از آن اهمیت دارد که ما برای نگاه داشتن پرنده وحشی و حیوانات وحشی و پرندگان نگاه داشتن در منطقه. مقصد گذراندن کارهای بیوتکنیکی امین داشتن پرنده و حیوانات نادر می باشد. مورد به ذکر است که در منطقه جنگل قرامزار که مساحتش 35 هکتار را تشکیل می‌دهد در برابر جنگلزار همچنین آلو، بادام تلخ، سیب، قیرغاج و زردآلو پرورش کرده می شود. حفظ، برقرارسازی و بنیاد جنگل یکی از وظیفه‌های اساسی کارمندان خوجگی جنگل به حساب رفته. مسئولین خوجگی جنگل ولایت در این سمت پیوسته کوشش به خرج می‌دهند تا جنگل که یکی از بویگری‌های دولت به حساب می‌رود همیشه در حالت خوب باشد.